اوچان میدانی من اول میخواستم رسمی تو رو با پدرم یک جای بکشم. نادر مادرش را که بیماری سرطان داشت از دست می‌دهد و خالیگاه جای او را کسی پر کردن نمی‌تواند. نه پدر، نه دوستان و نه همسبقان، بجز یک زنی که در این گرداب شدید حوادث روانی به زندگی او وارد می شود و با مهر مادرانه این کودک دلسرد از زندگی را به حیات قبلیش برمیگرداند. این سوژه فیلمی بود که در نخست نمایشش تالار کینوتئاتر زبونیسای پایتخت را پر از آدم کرد. فیلم برگرد مادر در تهیه عبدالحی زاکیروف و آرزوی سایف روی نوار آمده است. مؤلف این غویا اصلا عبدالحی زاکیروف است و در نتیجه پیشنهاد عبدالحی زاکیروف ما دوستان این فیلم رو نوشتیم. مثلا یک مونولوگی است که هوا خنک می شود، کودک میگوید که من زمستان رو دوست می‌دارم، ولی اگر این زمستان مادر جان تو سرد بخوری، سرما بخوری، من زمستان رو دیگر دوست نخواهم داشت. خیلی جالب است. Я приобрел для себя новый мир, прекрасный мир. Мир кинематографии. نقش قهرمانی اساسی نادر را در این فیلم انوشیروانی 13 ساله اجرا کرده است. این رو من میدونم. لیکن تو خوشبختی. زیرا میدونه که مادرم. این فیلم در شمال مملکت ثبت شده است. هرچند نیست اما یادی و شیرین است. در قلمرو رودخانه سیاحون ثبت شده است و قسمی از آن در نزدیکی ساحل‌های خیرقم. نعمت‌الله اکبر یکی از نفرانی بود که در نخست نمایش فیلم شرکت کرد. اونچه که از این فیلم برایم بیشتر پسند آمد کاری تهیه‌گر یا رژیسور و کاری رسام، کاری نفری که روشن دهندگان و نفری که با نور سر کار دارند، همچنین کاری گریم بسیار خوب بود. ولی به قول نعمت‌الله این فیلم هنوز در بازار سینمای کشور با فیلم‌های خارجی رقابت پذیر بودن نمی‌تواند. البته یک فیلم باز تکرار هم که شود، یک فیلم اجتماعی، یک فیلم خانوادگی بود. بعد اینکه بازار باز هم بیشتر از فیلم‌های وطنی پر شود، فکر می‌کنم کارهای زیاد را انجام دادن ممکن است. باید انجام داد.